سلام بچه ها، این 2 لاک پشته برای رادین کوچولو چجوری غذا بهشون میدی؟ اینطوری صداشون کن بیام بالا. داداشی بیا بخور. داداشی بیا بخور. آفرین پسر خوب. دوباره غذا بده رادین بهشون. باشه الان میدم. چه لاک پشتای خوشگلیه. بیا بخور. دستتو اونوری بگیر بذار دیده بشه چجوری میگیره. دستتو اونوری بگیر. آها صداش کن. داداشی بیا غذا دادا دیگه. با اون یکی هم بده. استاد بیا بگی دیگه بیادب. آفرین. بخور نمیلی نم قیاله. پس تو بخور بخور بیادب. بخور دیگه. بیا این ور بخور بیا بوتول بیا بخور. بیا دیگه. شنا میکنه به سمتش و آماده است که کرمو بگیره و میگیره. کلشو میگیره و حالا به استادم بده. استاد فرار میکنه و بعدش فرار میکنه فرار بگیر بخور. بیا بالا بخور. بدو شد گوشت نه یه گوشت چه؟ آها بگیر بخور. رادین بذارشون رو سنگ. بذارش رو سنگ. بیا بالا دیگه. ای ترسو. نه نمیره. تو برو پس. پس نمیره دوست داره بره تو آب. گوشتشونو فکر کنه. میخوری قرصو بهت میدم. بخوری بخور. هنوز گوشتشونه. بهشون بده. بگی بخور. کلی دستم الان میخوری که کوچولوه. بیا ولرمه چقدر آقاشون. بیا دیگه گوگولی. به این یکی بده. بیا بخور. تو بخور. وسط بگیر دیگه. ای نه پس تو بخور دیگه. نمیخورم. دوست ندارم. بخور دیگه. ای بیادب. رادین دوستشون داری؟ نه پس چرا نگه داشتی؟ دیگه نگردشون. میخواستم بفروشم مامانم نداشت. خب اینم از غذا خوردنه لاک پشت کوچولوامون. خدافظ.